دانش آموزان عزیزم سلام، وقت همگی بخیر. امیدوارم حال دل همتون خوب باشه و آماده باشید و همراه درسونه بیایم درس احتمال رو شروع کنیم. خب بچه با توجه به کیسه هایی که کشیدم، در واقع شکل هایی که براتون کشیدم، میخوایم احتمال در آمدن مهره قرمز رو توی این شکل ها بررسی کنیم. ما توی احتمالات 5 تا عبارت داریم. به طور حتم اتفاق میافتد، حتما این شکل اتفاق میفته. به احتمال بیشتر اتفاق میفته، یعنی ممکنه بشه ممکنه نشه، ولی شانسش خیلی بیشتره. به احتمال کمتر اتفاق بیفته، ممکنه کمتر از بقیه در بیاد قرمز. به احتمال برابر، یعنی تعدادها برابر باشه و به طور حتم اتفاق نمی افتد. این 5 تا عبارت رو ما توی احتمال داریم که باهاش سر و کار داریم. خب میخوایم توی این شکل‌ها بررسی کنیم که مهره قرمز تو هر کدوم از اینا شامل کدوم یکی از این جواب ها میشه. احتمال در آمدن مهره قرمز، اینجا نگاه کنید تو شکل اول، درسته؟ بیاین شکل بذاریم، شماره بذاریم 1 2 3 4 و 5 تا کیسه داریم، شماره گذاشتیم. تو کیسه اول یه دونه قرمز دارم، 3 تا سفید. شانس قرمزا چطوره؟ کم زیاده؟ آفرین، چون قرمزا یه دونه است و سفیدها 3 تاست، پس احتمال کمتر، درسته؟ پس تو کیسه شماره 1 احتمال کمتری وجود داره که قرمز در بیاد. کیسه شماره 2 رو نگاه کنید، 4 تا قرمز داره، 3 تا آبی داره، درسته؟ تعداد قرمزها از آبی ها بیشتره، پس شانس در اومدن قرمزها هم بیشتره. ممکنه آبی هم در بیاد، منتها شانس قرمزها بیشتره، پس به احتمال بیشتر اتفاق میافتد. کیسه شماره 2 خواهد بود. خب توی کیسه شماره 3 فقط 3 تا زرد دارم، هیچ قرمزی وجود نداره. پس چون هیچ قرمزی وجود نداره، هیچ شانسی هم وجود نداره که در بیاد. پس اینو میتونم بگم چی؟ به طور حتم اتفاق نمی افتد، امکان نداره قرمز از توی این در بیاد. پس این هم شد کیسه شماره 3. خب میایم شماره 4، 2 تا قرمز داره، 2 تا آبی. تعداد آبی ها و قرمز ها با هم برابره، پس شانس در اومدنشون هم با هم برابر و مساویه. پس این همیشه کیسه شماره 4. و شماره 5 رو بررسی کنیم. 5 تا قرمز داره، هیچ رنگ دیگه هم توش وجود نداره، پس دستم بندازن تو کیسه، هر رنگی که بخواد در بیاد فقط قرمز خواهد بود، درسته؟ هر بار که من بخوام در بیارم از توی کیسه، رنگ قرمز خواهد بود، پس به طور حتم اتفاق میافتد. درست شد؟ پس با این عبارت ها سر و کار داریم که شما هم بیشتر بهش باید دقت و توجه داشته باشید.